ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم. این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست. این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. این سابقه هم دارد، مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسلامی نیست. مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بودن، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بودن. با بزرگان علمای دنیای اسلام و اهل سنت مراوده داشتن، گفتگو داشتن. این یک اعتقاد قلبی و عمیقه. بعضی‌ها تصور میکنند یا مانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است. نه، اینجور نیست. این یک ایمان قلبی است. معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است.